نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. ما در طی سالهای گذشته که برنامه آن روی سکه داشتیم، بارها کلیپ هایی رو از معاندین و مخالفین سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دین مبین اسلام پخش کردیم. دروغ های آنها، حماقت ها، بیسوادی ها، تلبیس ها، خیانت های آنها رو خدمت شما عزیزان نشان دادیم و گاهی اوقات تصمیم می گرفتم که خب بیاییم در این برنامه در مورد مسائل مهم دین و مسائلی که به نوع روشندهی و برای بیداری امت اسلامی خاصتا جوانان نیاز هست رو بیان بکنیم. اما ببینیم که هنوز هم تعدادی هستن که در سوشال میدیا، در وسایل ارتباط جمعی هنوز همان دروغ ها، همان تلبیسات و همان خیانت ها رو تکرار میکنن و سعی میکنن که با سیانمایی، با دروغگویی جوانها رو فریب بدن. بعضی از کلیپ هایی است که دوستان عزیز برای من فرستادن و خواستن که اینها رو پاسخ بدیم، در حالی که برای کسی که از ابجدیات دین آگاهی داشته باشه خیلی مسائل پیش و پا افتاده و مسخره‌ای هست، اما اونها از جهل اهل سنت و شیعیان سوء استفاده میکنن و این مسائل رو، این دروغ ها رو بیان میکنن. دیگه شانسشون اگر که دستگیر شدن و خلاصه دروغشان بیان شد، مانند آخوندا که بارها کلیپاشون رو پخش کردیم، سکوت میکنن و اگر هم که نشد میگن که بله این یک واقعیت هست و آهسته آهسته این میشه جزء اعتقادات و جزء مسائلی که در ذهن شیعیان نقش میبنده و همچنین برای اهل سنت، برای جوانان اهل سنت خاصتا شبهات ایجاد میکنن. و در این برنامه من یکی دو نمونه از این کلیپ ها رو خدمت شما عزیزان پخش خواهم کرد، البته بعد از یک میان برنامه کوتاه، و انشاءالله این دروغ ها رو پخش میکنیم و جوابش رو هم میدیم تا باز هم عزیزان ما، هم شیعیان عزیز و حقجو و هم اهل سنت آگاه بشن و بشناسن این طبقه شیاد و دروغگو رو که به خاطر جیبشان، به خاطر
بازی با ناموس پیروانشان حاضرن که هر دروغی رو، هر تهمتی رو به مخالفینشون نسبت بدن. با ما همراه باشید. بعد از میان برنامه انشاءالله کلیپ ها رو خواهیم دید. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجاها. بله، با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. یک شخصی هست، طبیعتاً شیعیان و حکومت آخوندی موقعی که بازار آخونداشون کساد بشه، یک سری آخوندهایی رو میارن، آخوندهای کتشلواری، به اصطلاح مهرهای شطرنج رو عوض میکنن، فکر میکنن اینطوری میشه مردم رو فریب داد. این اشخاص به زبان عامیانه صحبت میکنن، خیلی خودمانی صحبت میکنن در بین مردم رو همون منبرهای آخونده، اون تا با کتشلوار. شخصی که امروز میخواییم کلیپش رو خدمت شما عزیزان پخش بکنیم از این طبقه است و شخصیت معروف به نام رایفی پور که مدتی قبل هم به جرم داشتن پاسپورت جعلی در موقع حج در عربستان دستگیر شده بود و سرنوشتش معلوم نیست که الان کجاست. به هر صورت کلیپی از سراپا دروغ و تلبیس و خیانت که خدمت شما عزیزان پخش میکنیم و انشاءالله این شبهات و دروغ ها رو جواب میدیم. با هم ببینیم. شمر لعنت الله علیه، شمر فقیه بود، شمر از تابعینه. میدونم آتیش میگیر این جمله رو بگی. غیر شیعه ازش 2 حدیث نقل کرده. ببینید که 12 بار پیاده رفته بود حج. میگه که شمر غیر شیعه یعنی اهل سنت ازش 2 حدیث روایت کرده. دروغ، به همین سادگی دروغ میگه و خیانت میکنه. روش آخوندیه، اینم که دیگه بزرگ شده مکتب آخونداست. نه از شمر اهل سنت روایت کردن و نه به اصطلاح یک شخصیت محبوب در نزد اهل سنت هست. و این کلمه تابعی هم که میگه یک گروه به اصطلاح میخواد طعنه بزنه به اهل سنت و اینکه 12 بار حج رفت. حقیقت این است که شمر بن ذوالجوشن یکی از افراد سپاه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بود و در جنگ صفین در کنار حضرت علی با معاویه می جنگید و این از حقایق تاریخی است که به این طرف قضیه نمی پردازند. حالا تا اینجا دروغای عادی، گرچه مثلا اهل سنت 2 حدیث روایت کردن، یک نوع میخواد تن وارد بکنه که مذهب اهل سنت، عقاید اهل سنت، راویان اهل سنت کیا هستن. در صورت میریم جلوتر ببینیم چی میگه. با مرکب نمیرفت، پیاده میرفت، ثواب داره. میگه دور خونه کعبه دیدم دورشو گرفتن، یکی میگه شیخونا،
میگه بله بفرمایید، مسئلتون، سوالی دارم جانم بفرمایید. اگه یه پشه‌ای روی دستمون باشه بزنیم بکشیمش خونش بزنه بیرون نجسه یا نه؟ بستگی داره. به چی؟ به این که اونجا داشته خون میخورده یا خونو تو شکمش بوده با خودش آورده. اگر اونجا داشته خون میخورده نجس است، بشورید پاک کنید. اما اگر از جای دیگه آورده نجس نیست، ایراد نداره، نمازتو بخون. یه برگشتم بهش گفتم پارسال خون بچه پیغمبر ریخته، امسال برای خونه پشه حرف میزنی؟ جوری فاسد میشی نمیفهمی اصلا. بله. خب تا اینجا این قصه سرایان مدرسه آخوندیزم داستانی خیلی جذاب. این کسایی هم که به اصطلاح گوسفند صفتانی که در زیر منبر اینها می نشینند، بعد دیگه الان دلشون داره آب میشه، اشک ها داره جاری میشه که آخ بمیرم الهی، این اهل سنت چقدر بدن، چقدر زشتن که شمر ابن ذوالجوشن شده شیخشون و داره در مورد احکام فقهی و حکم پشه و اینا صحبت میکنه، در حالی که همین شمر کی است؟ قاتل امام حسین است. ببینید چگونه تحریک میکنن احساسات شیعه رو بر علیه اهل سنت، چگونه حقد کینه رو در دلهای اینها میکارن. همینه که بعد شیعه میره در سوریه زن و بچه اهل سنت رو اعدام میکنه، قتل عام میکنه، با کمک روس‌ها، آمریکایی‌ها خونه‌های اهل سنت رو بمباران میکنن، صدها هزار انسان بیگناه رو میکشن، اما خم به ابرو نمیارن. چرا؟ چون دارن اونایی که رفتن اونجا خب پای منبر همین آدما نشستن که بله این اهل سنت کن، اینو پیروان شمرن و پیروان قاتلین امام حسینن و شمر شیخشون بوده بهشون فتوا میداده. اما حقیقت چیه؟ این شخص این هم دروغ میگه، حالا این رو از جهالت و بیسوادی نمیگه، عنوان برنامه حالا دروغگویی و بیسوادی است، اما بیسواد کلیپ بدی است که انشاءالله شما. این دروغ میگه، خیانت میکنه و با خباثت تمام میدونه که قضیه از چه قراره هست، اما به خاطر تحریک عواطف و احساسات شیعیان، به خاطر ایجاد تفرقه و فتنه و جنگ در بین شیعه و سنی و برای تداوم حکومتشان داره این گونه تلبیس میکنه، خیانت میکنه. اصل قضیه چیست؟ من اصل قضیه رو خدمت شما عزیزان در اینجا از احادیث نشون بدم. اصل قضیه چی است؟ اصل قضیه این است که یکی از شیعیان عراق، همان شیعیانی که برای امام حسین بیش از 70,000 نامه فرستاده بودن، باش بیعت کرده بودن، دعوتش کرده بودن، گفتن تو امامی، تو خلیفه‌ای، تو همه، تو رئیس مایی، تو بیا که ما سر و جان و مال و زن و فرزندمون رو فدای تو بکنیم. اما وقتی امام حسین اومد زدن زیر قولشون، در قتل امام حسین هم دست داشتن، شرکت کردن، جزء سپاهیان یزید شدن. به خاطرشی؟ به خاطر پول. من توی برنامه گفته بودم به خدا قسم اگر امروز هم امام زمان یا همون حضرت مهدی که حالا ما هم بهش اعتقاد داریم بیاد و ظهور بکنه، اولین کسانی که با امام زمان می جنگن همین مدعیان دروغین تشیع هستن. باور کنید در سپاه دشمن امام زمان قرار می گیرن، در سپاه دجال قرار می گیرن و با امام زمان، با حضرت مهدی رضی الله تعالی عنه می جنگن. همین مدعیان تشیع. چرا؟ امروز تشیع شده برای اینا نان، تشیع شده برای اینا مغازه، تشیع شده برای اینا دکان، تجارت، بزنس، شهوت، صیغه، خمس. دین که براشون مهم نیست. مهم می بود به این شکل دروغ می گفتن. اصل قضیه چی است؟ یکی از شیعیان از عراق اومده حج، بعدش فقیه مکه در اون زمان بعد از شهادت امام حسین کی بود؟ عبدالله کی؟
عبدالله پسر عمر، عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنهما. عبدالله پسر سیدنا امیر مومنان عمر ابن خطاب فقیه مکه و مدینه است و مردم میان در موقع حج از پیشش سوال میکنن. همچنین عبدالله ابن عمر رفیق و به اصطلاح دوست صمیمی حسین ابن علی بود. به یاد دارید که بارها گفتیم در برنامه تاریخی موقعی که حسین میخواست به طرف کربلا بره، عبدالله تا خارج از مکه اونو بدرقه کرد. عبدالله ابن عمر بود، عبدالله ابن زبیر بود، جوانهایی بودن هم سن و سال هم دیگه. بعد به حسین گفت حسین نرو، تو رو خدا نرو، میدونی که این اهل کوفه اهل غدر و خیانتن، این کسایی که ادعای تشیع میکنن و شیعه پدرت بودن اینو با پدرت چیکار کردن، در صفحه تنها نگذاشتنش، در نهروان باش چیکار کردن، نرو، اینها اهل غدر و خیانتن، به تو هم خیانت میکنن. حسین قبول نکرد. عبدالله ابن عمر حسین رو در آغوش گرفت و جمله عجیبی گفت در اونجا: ما اراک الا قتیلا، تو را نمیبینم مگر اینکه کشته میشوی. چون میدونستن این واقعیت بود، خیانت و جنایت شیعیان کوفه بر کسی پوشیده نبود. این شیعه عراقی اومد حج سال بعدش، بعد از واقعه کربلا اومد پیش، دید که مجلسه و ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نشسته، داره فتوا میده در مورد حج، مردم سوال میکنن جواب میده. گفت که ای ابن عمر سوالی دارم. گفت اهل کجایی؟ گفت اهل عراق. سوال چیه؟ گفت که اگر در موقع حج پشه‌ای مگسی چیز رو انسان بکشه و در حالت احرام باشه حکمش چیست؟ عبدالله گفت در مورد قتل پشه از من میپرسی در حالی که فرزند دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو به شهادت رساندید و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هما، یعنی این دو نفر حسن و حسین، دو گل خوشبوی من هستند، دو ریحانه من هستند. شما شیعیان اهل غدر و خیانت حسین رو کشتید، فرزند رسول الله رو کشتید، حالا اومدی اینجا پیش ما داری در مورد این که والا در لباس احرام اگر پشه‌ای رو بکشم حکمش چی است؟ دوستان نشون بدن. سمعت ابن عمر وسأله رجل عن شيء قال شعبة سأله عن المحرم يقتل الذباب، کسی که در حالت احرام پشه‌ای رو بکشد. فقال عبدالله ابن عمر يسألوني عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دارید از من در مورد قتل کشتن پشه میپرسید در حالی که کشتید پسر دختر رسول الله را و رسول الله و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هما ریحانتی من الدنیا، این دو گل خوشبوی من از دنیا بوده. این حدیث در نزد اهل سنت روایت شده. آقای رائف پور دروغگو که این رو نسبت میدی که حالا انگار شیعه رفته این رو پرسیده و جواب داده، انگار یک سنی آمده پرسیده و یک شیعه جواب داده. نه خیر، خجالت بکشید، یک شیعه میپرسه و ابن عمر فرزند عمر ابن خطاب این گونه جواب میده، دوست حسین ابن علی این گونه جواب میده. چرا میخواید مردم رو دلهاشون رو پر از حقد و کینه بکنید نسبت به اهل سنت؟ چرا میخواید مجالستون رو گرم بکنید با این روایت های دروغینتون، با تلبیس و خیانتتون؟ همچنین در روایت دیگری همین لفظ است، این در ابن حبان بود، حدیث شماره 6969 و در اینجا هم هست اسناد و صحیح علی شرط شیخین. همین روایت دقیقاً همین مطلب در اینجا هست و این روایت ها در کتب اهل سنت ذکر شده و کسی که این رو میگه عبدالله ابن عمر هست. میبینید چقدر دروغگو هستن آخوندها و شاگردانشون.
چقدر دروغگو هستن آخوندهای عمامه به سر و آخوندهای کت شلواری. ادامه رو ببینید. قرآن تو میخونی فاسدی، نمازه رو داره میخونی فاسد، جامعه رو یک جاهایی داره از یک سری مسائل اجتماعی رنج میبره. آقا تو فکر اینه که ولزالینشو درست کشیده یا نه، کل دغدغه دینیش همین شده. بله زالین و اهل سنت خوب میکشن و جامعه خودشون رو هم خوب اداره میکنن. شما چیکار کردید؟ بعد از 40 سال ایران رو به گند کشیدید. بعد از 40 سال این همه بی‌حجابی، این همه دینگریزی، این همه فساد، این همه فسق، این همه فتنه، این همه جنگ، یک روز که شما آروم ننشستید. اول در افتادید با عراق، بعد در افتادید با پاکستان، بعد در افتادید نمیدونم با افغانستان، بعدش با سوریه، بعدش هم با عراق. چند روز پیش هم که دیگه سر چای نفت دارید با کویت عربستان دارید درگیر میشید. سفارت کدوم کشور در تهران سالم مونده دست شما غیر از بورکینافاسو و ونزوئلا؟ شما با کدوم کشور رابطتون خوبه؟ شمایید که ایران رو خراب کردید، به گند کشیدید. اگر اهل سنت ولی ضالینشون رو خوب میکشن، به دینم خوب عمل میکنن. شما ببینید شما چی کار کردید؟ شما ملت رو به کجا رساندید؟ این مهمه. ادامه رو ببینید. حاج خانم حواسش هست چادر مشکی 600-700 هزار تومنیش نخکش نشه. حواسش هست تو فلان شهرک که زندگی میکنه مهد کودکی داره که از بچگی ترمی 5 میلیون میدیم 6 میلیون میدیم، از بچگی مهد قرآنه. مسجدشون تا بیخ پر آدم، همه بچه های مؤمنان میان اینجا نماز میخونن که الحمدلله بچه هامون سالمن، چه جامعه خوبی. ای توف به این دین داری. چون مسجدهای خودشون خالی است، چون مسجدهای خودشون بسته است. باور به خدا بکنید من یادم میاد سالهای مثلا 70-71 مسجدها بسته است، قفله. باورتون میشه کسی که در ایران زندگی میکنن، خاصا در تهران زندگی میکنن، شاید مناطق اهل سنت این چیزا رو باورشون نشه. الحمدلله در مناطق اهل سنت، در کشور اهل سنت دینداری هست، مساجد هست. اما شما برید مثلا ببینید در تهران، مثلا در بزرگ شهرها ببینید که مثلا چیزی مثل مسجد وجود نداره، مساجد بسته است. فقط روز عاشورا و نمیدونم همین ایام سینه زنی و زنجیر زنی و شرکیاتشون بازه. برای نماز پنجگانه کسی مسجد نمیره که. و اینا دارن میسوزن از اینکه در مساجد اهل سنت فرزندانشون، کودکانشون میرن و مسجدها پر است. بسوزید. قل موتوا بغیظکم، با این حقد و کینه خود بسوزید، بمیرید. ادامه رو ببینید. داری که بی تفاوت بشی به جامعه. بعد ابو عبدالله چی میفرماد؟ من کشته امر معروف و نهی از منکرم. میگه میدونید چی خفه شدید وقتی داشتن میخوردن میبردن؟ حالا من باید تاوانشون بدم. خفه شدید وقتی جامعه رو تفکیک کردن، تضاد طبقاتی شکل گرفت. مذهبیای ثروتمند VIP بریم کربلا برگردیم، 30 بار بریم حج برگردیم، خریدم داداش تا 4 سال دیگه هم دارم. الحمدلله دینداریمون خال بر نداره، زخم بر نداره. دینداریمون خوبه. بچم حافظ قرآنه ماشاءالله. بعد این اگر بچهش توی مدرسه عادی درس میخون، میومد خونه میدید پسره یه چیزایی داره میگه سر خونه. بابا جان اینا رو کجا یاد گرفتی؟ سر کلاسمون وزیر آموزش پرورش چپه برمی‌داشت میورد مجلس. اگه تو محله زندگی میکرد که خفکنا و قمه افتاده بودن دنبال بچهش، گوشیشو گرفته بودن، طلای زنشو گرفته بودن. فیلماش اومده بیرون، دیدی زنه رو 5 متر با کیف میکشه رو زمین؟ دیدی چجوری زنه مردمو میزنه؟ اگه یه بار این اتفاق افتاد برای بچهش، اومده بود خونه تا 6 ماه فوبیا گرفته بود، ترس گرفته بود، میترسید بره تو کوچه. اینا رو شما سر ملت آوردید. زمان شاه، زمانی که میگید که آمریکا بود و استکبار جهانی بود و شاهین بود و شاهون بود، این مسائل نبود. شما امروز ملت رو به این حالت کشوندید. شما دروغگوها. همین الان بحثا با چی شروع کردید؟ با دروغ به اهل سنت، با حقد، با کینه. چی کار میکنید در عراق؟ چرا به جان ملت عراق افتادید؟
بیاید کشور خودتون اصلاح بکنید. چی کار دارید به سوریه که اونجا فاطمیون و زینبیون و آتشخانه خودتون رو میفرستید اونجا؟ چی کار دارید به افغانستان، به پاکستان، به آفریقا؟ چی کار میکنن 18,000 شیعه افغانی در حوزه های علمی شما دارن درس میخونن طبق آمار رسمی سایت حوزه سایت خودتون؟ به خاطر چی؟ به خاطر که 18,000 دروغگو، 18,000 خیانتکار، 18,000 منافق، 18,000 مثل خودتون از قماش خودتون صادر کنید به افغانستان رو به گند بکشید، همونطوری که کشیدید. شما دروغگویید. افغانستان یک عمر ما خود شعار میدادیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فرانسه. امامتون از فرانسه اومد، رابطتون با انگلیس بود، با آمریکا هم کمک کردید در اشغال افغانستان و عراق. خب ملت میدونه، آفرین ملت ایران که همین قدم موندن. شما ملت رو از دین، از اسلام، همه چیز بیزار کردید. ادامه رو ببینید. میرفت سراغ نیروی انتظامی، گفت چرا اینجوریه؟ میگه آقا پول نداریم. چقدر بودجه ما تصویب کنیم براتون؟ نه خیالت راحت، محله‌ای که او زندگی میکنه این اتفاقات نیست. اینا رو تو شبکه‌های اجتماعی میبینه، تأسفم میخوره. افسوس. خدا نصیب هیچ بنده مؤمنی نکنه، خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. اگه اومدی هیئت اینجوری بفهم که قواعدی تولید شمر میکند. شمر شمایید؟ شمری که مثل تو بود. دوستان عزیز، اینها همه صفات شمر و امثال شمر و اینا دارن، اما جالب و خنده‌دار اینجاست که میان سر منبر دروغ میگن، ایجاد فتنه و تفرقه و دشمنی در بین مسلمان ها میکنن. و امروز در هر کشور اسلامی، در هر جایی که شما ببینید جنگ هست، فقر هست، بدبختی است، جنگ مذهبی است، درگیری است، دشمنی است، قتل و کشتار و ترور از پای اینا اونجا هست. لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، هر جایی که ببینید. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. در قضیه پیامبر فرمودن که من کنت مولاه فهذا علی مولاه. نگفت که من کنت ولیه فهذا علی ولیه. فرق بین ولی و مولا اینه. جناب احمق، والله بیشتر خیلی حضور میخوام، بهتر از این کلمه دیگری پیدا نکردم. چی میخواید بگم؟ بعد میره اون حدیثی که در بخاری و مسلم و کتاب اهل سنت میاد که حدیث خیلی طولانی است، نصف اون حدیث هم علیه خودشون است، اونو ذکر نمیکنن، فقط همین قسمت رو ذکر میکنن که حضرت ابوبکر گفته که انا ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم من بعده، و بعد از اون
عمر گفته باشه رضی الله تعالی عنهما که انا ولی ابوبکر و ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولی چه معنی در اینجا؟ ولی در اینجا ولایت امور مسلمان ها. یعنی حضرت ابوبکر میخواد بگه که سرپرستی مسلمان ها و آنچه که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مونده به دوش من است. و حضرت عمر میگه بعد از ابوبکر آنچه که از پیامبر و از ابوبکر مونده ولایتش به دوش من است. این ولی در اینجا به معنی ولی امر است، ولایت امور مسلمان ها. مگه شما نمیگید ولی فقیه؟ چرا نمیگید مولای فقیه؟ خب پیامبر در غدیر گفته بود من کنت مولاه فآذا حلی مولاه. چرا نمیگید مولای فقیه؟ چرا میگید ولی فقیه؟ چون ولایت داره دیگه، حاکم، پادشاه است، دیکتاتور، رهبره. به خاطر همین بهش میگید ولی فقیه، نمیگید مولای فقیه. چون جناب گاگول خیلی فرق میکنه بین کلمه ولی و کلمه مولا یا مولانا. بعدش همه مسلمان های دنیا اهل سنت به حضرت مولانا عبدالحمید میگن مولوی، مولانا. به این معنی نیست که همه مسلمان دنیا ایشون رو به عنوان رهبرشون قبول دارن. برای اهل سنت ایران وقتی میگه مولانا، مولای ما، ولی ما، ولی امر ما، رئیس ما، عالم ما، حاکم ما، همه چیز ما. اما برای من وقتی بهشون میگم حضرت مولانا عبدالحمید، چون دوستشون دارم. اینجاست که باید بفهمید که یک کلمه میتونه 100 معنی داشته باشه در زبان عربی که این کله های پوک شما آخوندها این چیزها رو نمیفهمه. اومده با این قیافه گوگل مگودش، اومده انگار یه سوالی داره از اهل سنت میکنه که 1400 سال از کسی جواب نداده. بابا جان شما خواب میبینید، فکر میکنید که همه دنیا مثل خودتونن. و اینم جوابی که خیلی ساده و بسیط داده شد که ولی و مولا فرق میکنه. اولا. ثانیاً شما اگر مقصودتان از مولا و ولی نسبت به حضرت علی خلافت است، امامت است، حاکمیت جهان اسلام است، خب اینو باید گفت که طبق عقیده شما پیامبر اومدن در غدیر گفتن که هر کس که من جانشین او هستم، علی جانشین من است. پیامبر جانشین کی بود؟ یا گفته باشن هر کس که من خلیفه او هستم، علی هم خلیفه او است. پیامبر خلیفه کی بود؟ پیامبر بود، نبی بود، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف الله سبحانه و تعالی فرستاده خاتم الانبیا بودن. این یک جواب. جواب دیگر این که این ادعای غدیر و ولایت فقط برای حضرت علی است. پس برای حسن و حسین و بقیه امامانتون چه دلیل دارید که اونها ولی هستند، مولا هستند، خلیفه هستند، حاکم هستند، امام هستند؟ شاید بگین چون که فرزندان علی هستند. همون لحظه ازتون میپرسیم پس چرا از فرزندان علی فقط فرزندان حسین شدن امام، چرا فرزندان حسن امام نشدن؟ سوال است، جواب بدید. دلیل برای یک نفر، استدلال برای 11 نفر دیگه این که نشد. ثانیاً الله خواست که این 12 نفر امام بشن، خلیفه بشن، حاکم بشن، حالا هر چی که شما دوست دارید همون بشن. اما واقعیت اینطوری که نشد. غیر از حضرت علی و 6 هم حضرت حسن کسی دیگه به این مقام نرسید. اینجا این حرفا که زدید چی میگن؟ میگن نه 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 نه، منظور ما از حکومت سیاسی نیست، منظور از این که نیست که باید خلیفه بشه اونجا در صدر مجلس بشینه و حکومت بکنه، لشکر و کشور داشته باشه. این یک وظیفه دینی است. خاک تو سرت، مادامی که وظیفه دینی، چرا به سر کله هم دیگر میزنید؟ اینم که حق علی رو خوردن، حق علی رو بردن. خب علی تو خونه نشسته بود، وظیفه‌ش هم داشت انجام میداد، پس حق کسی خورده نشده. وظیفه علی یک وظیفه روحانی، یک وظیفه دینی بود،
در خونه نشست، وظیفه‌ش رو انجام داد. پس اینقدر دشمنی با اهل سنت و با ابوبکر و عمر و صحابه و نمیدونم حق علی رو بردن، علی رو خوردن، علی رو فلان کردن، این یعنی چی؟ اگر میگید که نه، هم امامت دنیوی است و هم امامت اخروی است، به معنی اینکه هم باید حاکم بشه، هم باید خلیفه سیاسی باشه و هم امام مذهب باشه، امام دینی باشه، روحانی باشه، پس این نشد. هیچ کدومشون به این منصب نرسیدن. نه حضرت علی رسید و نه بقیه رسیدن، چون که حضرت علی در اول خلیفه نشد، اونم چهارم شد که به قول شما هیچ کاری نتونست بکنه. حتی همون حقی که بنابر ادعای شما غصب شده بود از همسرش فاطمه، همونو هم بر نگرداند به فرزندان فاطمه. چون مگه نمیگید میراث فاطمه رو ابوبکر خورد؟ خب علی که وقتی خلیفه شد همه قدرت دستش بود، چرا اون میراث را نگرفت و فرزندان فاطمه نداد؟ چرا این کارو نکرد؟ و خیلی از سوالات دیگری که این آخوندا هیچ گونه جوابی برای آن نخواهند داشت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. چطور در فقه حنفی هستی؟ یعنی چی؟ یعنی روش نماز خواندن، روزه گرفتن، حج کردنت رو، زکات دادنت رو از امام ابو حنیفه میگیری، عقیده که مهمترین مسئله زندگی یک مسلمان است رو از ابو منصور ماتریدی میگیری که در قرن 4 زندگی میکرده و امام ابو حنیفه در قرن 2 از دنیا رفته. اینجا بعضی سوالات، اشکالات ایجاد میشود که آیا ابو منصور ماتریدی عقیده را از امام ابو حنیفه بهتر میفهمید؟ امام ابو حنیفه در سال 80 هجری، یعنی فاصله در زمان امام ابو حنیفه، میگن که بعضی از صحابه هنوز زنده بودن. بعضی از صحابه، یعنی امام ابو حنیفه که نزدیکترین انسان است به صحابه، عقیدش خراب بوده، عقیدش باطل بوده، عقیده رو نمیفهمیده و شما میروید از ابو منصور ماتریدی که در قرن 4 زندگی میکرده عقیده رو از او میگیرید؟ این سوالی است که باید جواب بدن. میگن نه فلان ابو منصور ماتریدی این کرده، این همش حرف است. ما عقیده رو نه از ابو حنیفه میگیریم، نه از احمد ابن حنبل میگیریم، نه از شافعی میگیریم، نه از مالک میگیریم. عقیده رو نه از ماتریدی میگیریم، نه از شافعی میگیریم، نه از فلان علان میگیریم. ما عقیده رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیریم، عقیده رو از قرآن میگیریم، عقیده رو از سنت رسول الله میگیریم. این اشخاص مهم نیستن، مهم این است که ما دینمان را و عقیده من را از قرآن و سنت میگیریم. و این یک معماست، خودشون جواب بدن. کسی که ادعا میکنن که حنفی هستن در فقه، در عقیده ماتریدی هستن، پس یعنی چی؟ یعنی ابو حنیفه عقیده رو نمیفهمید، ماتریدی میفهمید؟ اگر که جوابی دارن جواب بدهن. این که چرا علما یکی دیگری رو تکفیر میکنن و فلان میکنن، دوست عزیز، تنها این علما نیستن. حالا مردم مثلا همه مشکلات جامعه رو به گردن علما میندازن. بله هر چه بدبختی میکشیم از دست این ملا هاست. ببین یکی به جان دیگر افتاده. من میتوانم از طرف ملا بگم بابا ما هر چه بدبختی میکشیم از دست این سیاستمدار است. یکی به جان دیگری افتادن.
یکی کمونیست شده، یکی نمیدونم لیبرال شده، یکی سیکولار شده، یکی نشنالیست شده، یکی بدبختی جامعه خاص همین کتشلواریا و کرواتیا و ریش سیبیل تراشیده هاست که به جان هم دیگه افتادن به نام سیاست. ملا که پارلمان درست نکردن، ملا که نظام دموکراسی و جمهوری و فلان انتخابات درست نکردن، اینا درست کردن به جان هم دیگه افتادن، ملت رو سرگردان. یک روز اینش میاد دیکتاتور میشه، بعدش یکی میاد این کودتا میکنه. کدام ملای بیچاره دیدید که جای کودتا کرده باشه، رئیس جمهور شده باشه یا تو پارلمان رفته باشه سر صدا را انداخته باشه؟ ببینید این طبیعت بشر است. تاجرها با هم دیگه دارند، به جان هم دیگه افتادن، سیاستمدارا به جان هم دیگه افتادن و ملاها هم از این قافله عقب نماندن. و اینکه یکی دیگری رو چرا تکفیر میکنن؟ ببینید اینم قضیه جدید نیست، از صدر اسلام بوده، قبل از اسلام در بین بقیه ادیان بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روزی در شرح قل هذه سبیلی، این راه من است، یک چوبی رو دست مبارکشون گرفتن، یک راه مستقیم کشیدن، گفتن این راه مستقیم است. همون جایی که الله متعال میفرماید قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیر انا و من اتبعنی. این راه حق است، این همون صراط المستقیمی است که من، شما، ملا، مولوی، مولانا، عالم، جاهل، نادان، هر کس در نماز چی میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. این راه راست است. راه راست با چی روشن شده؟ با قرآن و سنت. راه راست مختص کی است؟ الله و رسول. قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر خدا رو دوست دارید، الله رو دوست دارید، از من محمد پیروی کنید. نگفته که از شافعی و مالکی و احمد ابن حنبل پیروی بکنید، از قرآن و سنت پیروی بکنید. همین ائمه بزرگوار اهل سنت، اینها خودشان مکلف به پیروی از قرآن و سنت بودند. آنچه که برای ما آوردن یک راه و روش ندین و جدید نیست. سعی کردن که دین رو برای ما شرح بدن، بسط بدن، آسان بکنن. و هیچ وقت هیچ کدام از این بزرگواران نخواستن و ما را به این دعوت نکردن که بر راه و روش اونها تعصب داشته باشیم. امروز یک حنبلی بیاد به من ثابت بکنه که امام احمد ابن حنبل مذهبی به نام حنبلی درست کرده، یک شافعی بیاد ثابت بکنه که امام شافعی رحمت الله علیه مذهبی به نام مذهب شافعی درست کرده، یک مالکی بیاد ثابت بکنه که امام مالک مذهب مالکی رو تأسیس کرده، یا یک حنفی بیاد ثابت بکنه که امام حنیفه مذهب حنفی رو تأسیس کرده. اینا هر کدامشان بر اساس فهمشان، درکشان از دین خواستن دین رو برای ما آسان بکنن. مسائل فقهی رو ما یک سری ثوابت داریم، تغییر ناپذیر است. مسئله عقیده ای نیست که والا من در عقیده مقلد باشم. در عقیده ابدا ما غیر از قرآن و سنت مقلد هیچ کس نیستیم. هر کس غیر از قرآن و سنت حرفی میزنه به دیوار میزنیم. خدا کنه که ابو حنیفه باشه یا ماتریدی یا شافعی یا محمد بن عبدالوهاب یا ابن تیمیه یا ذهبی یا مالک یا احمد بن حنبل، هر کسی میخواد باشه، میزنیم به دیوار. برای ما آنچه که قرآن و سنت گفته در عقیده، در اصول دین ما، این برای ما دلیل است. به حرف بقیه گوش نمیدیم. در مسائل فروع دین، در مسائل فقهی، شرح و بحث علما رو قبول میکنیم. هر کدومش دلیلش به قرآن و سنت نزدیکتر بود، اونو قبول میکنیم. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه راه مستقیم رو کشیدن، چپ و راستش خطهای دیگری کشیدن. گفتن این راههایی است که انسان رو به گمراهی و منتهی به جهنم می شود. پس راه راست رو بگیرید، راه صراط المستقیم رو بگیرید، راه قرآن و سنت رو بگیرید. به این مناسبت من امروز یک حدود 3-4 ساعت قبل کلیپی رو دوستان لینکشو برام فرستاد که جناب حکمتیار صاحب باز یک کنفرانسی داشتن با اعضای حزب اسلامی در مورد موضوع مشخص نبود، در عنوان کلیپ گوش دادم. تقریبا 1 ساعت 1.5 ساعتش رو گوش دادم، فکر کنم حدود 2 ساعت بیشتر بود. باز شروع کرده همون خزعبلات سابقش رو داره دوباره نشخوار میکنه، دوباره همون حرفا رو که آقا سببش مشکلات و بدبختی‌های امت اسلامی بخاری است، بخاری احادیث متعارض داره، کتب حدیث باید این بشه، کتب حدیث این بشه. یک حرفش خوش آمد، عدالتاً وجداناً بگم، یک حرفش خوش آمد.
گفت که به علمای جهان اسلام همه جمع بشن، یک کتاب حدیث درست بکنن، تنقیح بکنن، احادیث مکرر، احادیث متعارض، احادیث ضعیف، باطل، موضوع، همه اینا رو بذارن کنار، یک کتاب درست بکنن و این کتاب رو اسمش رو بگذارن سنت پیامبر. همه مسلمان ها فقط مثل قرآن از این کتاب پیروی بکنن. حرف بسیار خوب. آقا من ازم اینجا دست آقای حکمتیار رو میفشارم، میگم زنده باد با این حرفی که زدی. اما قبل از این حرفش 15 دقیقه قبلش گوش کردم چی میگفت. امروز اینهایی که آمدن داد از سنت پیامبر میزنن، داد از بخاری و مسلم میزنن، اینها همان کسانی هستند که با مذهبیون درگیرن و مذهبها را قبول ندارن و این مذهبها رو نمیدونم فلان میکنن. ببینید دو گپ متعارض، کدامش رو باور کنیم آقای حکمتیار؟ این دروغ است یا او دروغ است؟ در یک جای میگی که مدعیان سنت پیامبر، طرفداران بخاری و مسلم، طرفداران حدیث، کسانی هستند که با مذهبی ها مخالف هستند. در جای دیگری میگی که تنها هدف من به عنوان گلبدین حکمتیار این است که یک کتاب حدیث موحد بین مسلمان ها باشه و همه مسلمان ها به او عمل بکنن. خب همین حرفی که شما داری میزنی تیشه به ریشه حنفیت داری میزنی، تیشه به ریشه مذهب داری میزنی. تو کاری رو میخوای با مذهب بکنی که سلفی ها نکردن، داعشی هم نکردن. تا اگر این کار رو بکنی پس مذهبی به نام مذهب حنفیتی نخواهد ماند در افغانستان. تو داری مذهب حنفیت رو داری از ریشه داری قطع میکنی. مگر سلفیت، مگر اهل حدیث چی میگن؟ همینو میگن. میگن بیاید به احادیث صحیح پیامبر عمل بکنید، آنچه که به عنوان مذهب به خورد مردم داده شده است این رو کنار بگذاریم. شما یک انسان متناقض و متعارض هستی برای خود. ببینید برادر عزیز تاجیک، مشکل این مردم این است، هر کسی فهم و درک خودش رو میخواد برای مردم بقبولاند و بگید که حرفی که من میزنم درست است. جناب استاد سادات در همون کنفرانس ازش سوال میکنند که یعنی این حرف شما به این معنی است که سنت پیامبر وحی نیست؟ میگه بله، غیر از قرآن هیچ وحی بر پیامبر نیست. خب این رکعت‌های نماز و مسائل فقهی که پیامبر گفته در احادیث اینا چی است؟ ایناش به اصطلاح برداشت پیامبر از آیات قرآنی است. یعنی چی؟ یه حرف پیامبر است، یعنی حرف خدا نیست. والعیاذ بالله. رموزی در قرآن بوده پیامبر از او برداشت کرده. این فکر باطنی است. این گونه افکار رو در بین مسلمان‌ها پخش کردن سبب ایجاد فتنه و فساد میشه. جناب حکمت‌رضا، شما الان داری با این حرفت که یک کتاب موحد حدیث باشه که آرزوی هر مسلمان است، تو داری تیشه به ریشه حنفیت میزنی. اما حنفیتی که داری از او طرفداری میکنی، سلفی شم که مذهبی پاتشم، کتاب شما در حقیقت دفاع از مذهبیت است. و این مذهبیت چطور به وجود آمده است؟ به خاطر احادیث مختلف، به خاطر برداشت‌های مختلف از روایات. در همین کنفرانس در همین سخنرانی خود میگه که صحیح بخاری مخالف مذهب حنفی است. میخواد حالا جنگ حنفی و بخاری رو را بندازه. میگه صحیح بخاری مخالف حنفی است. کجا حکمت است مخالف حنفی است؟ چون در صحیح بخاری آمده که وتر 1 رکعت خوانده میشه و احناف وتر رو 3 رکعت میخوانن. و من نمیدانم این را اسمش هر چی شما دوست دارید بگذارید. احناف هم به همین حدیث بخاری استدلال میکنن برای 3 رکعت خواندن و سلفیان به همین حدیث بخاری استدلال میکنن برای 1 رکعت خواندن. چطور؟ چون در بخاری در این حدیث بخاری نمیده که رسول الله صلی الله علیه و سلم 1 رکعت رو به تنهایی میخوان. این چیز مجملی در این روایت وجود داره. احناف چی میگن؟ میگن که 2 رکعت رو بخوان، بعد از اون بدون که سلام بدی بلند شو 1 رکعت بخوان. احناف به حدیث بخاری عمل میکنن. سلفیای جدید اهل حدیث چی میگن؟ میگن نه، 2 رکعت رو بخوان، سلام بده، بعد بلند شو 1 رکعت رو بخوان. برداشتشون از همون حدیث است. پس برداشت هر دو طرف از همین حدیث است. شما اگر یک کتاب موحدی هم به عنوان حدیث بیاری درست بکنی، هر مذهبی، هر امامی، هر فرقه از مسلمان‌ها برداشت خاص خودش رو از اون حدیث میکنه. پس این چیزی که شما میخوایی آرزوی من هست، آرزوی تو هست، آرزوی هزاران مسلمان هست. لیکن آیا حاضر هستی که بعداً بگی که آقا مذهب حنفی رو بردارید از افغانستان، همه بیاید اهل حدیث بشید؟ چون این کار شما یعنی اهل حدیث شدن. این کار شما یعنی باطل قرار دادن مذهب حنفی.
شما جرئت نمی‌کنی این حرف رو بزنی، چون در بین طالبان هستی، در افغانستان هستی، طالبان مذهب رسمی دولت مذهب حنفی است، جرئت نمی‌کنی این حرف رو بزنی. و شما گاهی اوقات در طول زندگیتان مشکلاتی داشتید، موقعی که قصد جان شما را در ایران کردن، شما شروع کردید بر علیه ایران و بر علیه شیعه صحبت کردن، قبلا صحبت نمی کردید. و بعد از این حمله اخیر داعش بر علیه شما، این به اصطلاح آتش شما تیزتر شد بر علیه داعش و سلفیت و فلان، اینها همه رو دارید به یک تیر میزنید. حالا سخنرانیتون در روز عید که خودش بماند مبحث جداگانه است، که در اونجا حتی دعوت کردید که به اصطلاح بکشن، بزنن سلفی‌ها رو در افغانستان. این حرفای شما و حرفای متناقض شما سبب ایجاد فتنه در افغانستان میشد. فتنه جدید، یک فتنه جدیدی رو شما در افغانستان دارید ایجاد میکنید که انشاءالله من صحبت‌های شما در اون کنفرانس، صحبت‌هایتون در روز عید گذشته، همه اینا رو مفصل انشاءالله یا من یا دوستان دیگر جواب خواهیم داد. تناقضاتی که اصلا در صحبت‌های خودتون وجود دارد. ببینید برادر، اینطوری است. یعنی امروز آنچه که مشکلاتی که ما در جامعهمون داریم، برداشت‌های هر کس از دین است. حکمتیار برداشت خود را دارد، ایشان نورالدین برداشت خودش را دارد، مولانا فلانی برداشت خودش را دارد، و هر کسی سعی می‌کند برداشت خودش را بر طرف دیگر بقبولاند و اگر قبول نکرد باید حتما دشمنش باشد، با او بجنگد. صحبت از حکمتیار شد. من یک پیشنهاد دارم به جناب حکمتیار صاحب. به عنوان یک برادر مسلمان امیدوارم این پیشنهاد مرا قبول بکنن. شما یک مدت این درس حکمت الباری رو تعطیل بکنید. این مسائل بخاری و مسلم و کتاب حدیث مشترک و فلان، این مسائل رو بگذارید کنار. لوجه الله تعالی یک درس اخلاق برای پیروان خودتان بگذارید. برای اعضای حزب اسلامی یک درس اخلاق بگذارید. برای این کسایی که پیرو شما هستن، طرفدارانتون هستن، یک درس اخلاق بگذارید. اخلاق مومن چگونه است؟ همین شما به تفسیر و به چیزان زیاد علاقه دارید و واقعا ورزیده هستید در این فن. بیاید این سوره حجرات را که اخلاق، تجلی اخلاق اسلامی است در اون، همین رو برای پیروانتان تفسیر بکنید، ترجمه بکنید، شرح بکنید. به خدا قسم من نمیگم همه اعضای حزب اسلامی اساتید ما، استادان بزرگواری هستند، برادران مؤمن و متدین و متقی هستند از اعضای حزب اسلامی که پیشانی اونا رو میبوسیم و جایگاه خودشان رو دارن. اما از پیروان شما، از اعضای حزب شما، عده‌ای چنان با وقاحت، چنان با بد اخلاقی، چنان با بد زبانی برخورد میکنند با مخالفین شما. ما که به اصطلاح در برنامه گفتیم ما باشون دشمنی شخصی هم نداریم، یا خدای نکرده کدام کمونیستی، لاییکی، دموکراتی هم نیستیم که با ایدئولوژی شما مشکل داشته باشیم. مشکل فهم شما از احادیث و از بخاری بود و جوابهای علمی که متاسفانه هیچ کدامش رو پاسخ ندادید. اما وقاحت شما، افراد شما رو، طرفدارانتان رو، تهمت‌های ناموسی، تهمت‌های زشت، دشنام‌های رکیک از اعضای معزز حزب اسلامی ما شنیدیم. این گونه تربیت کردید افراد حزب اسلامی رو در طول این 30-40 سال؟ کاش که به جای درس حکمت الباری و تفسیر قرآن یک درس اخلاق برایشان میگذاشتید که اخلاق یک عضو حزب اسلامی باید چگونه باشد، اخلاق یک مسلمان باید چگونه باشد. چنان با دشنام، با تهمت، با الفاظ رکیک برخورد کردن که تعجب کردم این طرف مقابل من رافضی است، یهودی است، نصرانی است، بت پرست است. باور کنید که هیچ گبر و ترسایی رو من در طول این سالهای دعوت در رسانه ها ندیدم که این گونه که اعضای حزب شما برخورد کردن. واقعا جای ننگ است، جای عار است که شما این گونه تربیت کردید اعضای حزب اسلامی رو. اگر این باشد تربیت شما و تربیت حزب اسلامی، پس وای به حال خودتان، وای به حال حزبتان و وای به حال طرفدارانتان و وای به حال این گونه اعضایی که شما در حزبتان دارید. پس اخلاق مهم است برادر عزیز تاجیک، و این که ما درست است با کسی اختلاف داریم، اما این اختلاف در حدی نباشد که به تکفیر و دشمنی و عداوت برسد. این رو باید در نظر داشت. تشکر میکنم از این بیننده عزیز. 3 سوال کردید که واقعا
بله بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبی سلامت اشتر سالیسی. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید. بله بله صدا شما میاد، بفرمایید. اگر درباره نماز جمعه سوال دارم. بفرمایید. دوست عزیز، ما در شبکه نور برنامه پرسش و پاسخ داریم. اساتید گرامی سوالات شرعی رو پاسخ میدن. بله بفرمایید بفرمایید. شما میگه ما میشناسیم شما. میگم درباره نماز جمعه ما که توی رازی نگیم مثلا جمعه میرم مثلا جمعه اکثر شیراز. بله بله. اونجا قبلی که بشینیم مثلا دو کده از دلمان بخواد میتونیم مثلا نماز بخونیم. بعدش هم که نان میخونیم بعد که از آن گفته میشه مثلا همه بلند شد 4 رکعت سنت میخونن. درست. که خوندن میشینن مثلا خطبه گوشینیم. بعد خطبه دوباره 2 رکعت نماز شمایی که خوندیم بعد دوباره همه بلند میشن مثلا 4 رکعت سنت میخونن. بعد دوباره بلند میشن 2 رکعت سنت میخونن. نماز ظهر و نماز جمعه مثلا خوندیم شده مثلا درسته. نه، این که انسان بعد از نماز جمعه به نماز ظهر رو بخوانه دوباره، این درست نیست. این یک رأی است در نزد بعضی از احناف که حرف باطل و بدون دلیل و مدرکی است. نماز جمعه رو که خواندی خلاص نماز ظهر از شما ساقط شد، نیاز نیست که دوباره نماز رو بخونی. اما این که مثلا قبل از نماز 2 رکعت میخونن، 4 رکعت میخونن، نمازهای نفل و سنت میخونن، مشکلی نیست، روایات هست در این مورد. اما اگر به نیت این که نماز ظهر رو میخوانم، بله شد مثلا موقع برای نماز بله بخونید، هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. اصل این است که موقعی که امام رو منبر رفت و شروع کرد به خطبه خواندن، دیگر شما باید بشینید خطبه رو گوش بکنید. الا کسی که تازه وارد مسجد میشه 2 رکعت تحیه مسجد رو میخونه بعد میشینه. بله جمعه دیگه 4 رکعت سنت و 2 رکعت سنت که میکنن یه هم درست هست نیست که مثلا خیلی. بله اشکالی نداره، اشکالی نداره، اشکالی نداره، مادامی که روایاتی در این مورد هست و اینکه شما نماز نفل بخوانید، سنت بخوانید، اجر داره، پاداش داره، ثواب داره. اما به نیت این که بعد از جمعه مشکلی نداره. زنده باشید. سوال دیگری هم دارید؟ خدا نگهدار. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، الله متعال استان کنه. بفرمایید. استاد ما برای این برادران کنی که شما را گوش دارند یعنی ایال دارد. بفرمایید. برادران کنی که شما هر کس که را گوش دارند برادران عزیز، این برادران که ما گوش میکنیم استاد انصاری مثال حق نور کلمه اینا به خدا با الله قسم اینا حق با الله قسم حق. برادران اینا را گوش کنه. همین اولی سکنه اگه چیز که بفاول هر و گپ هر وقت جای بفاول مردم التماس برادران توجیه خود ما مردم ما در جوابی هر کشیرش دستاز استاد حق نمیوان. الله متعال رحم کند برادرش. التماس خواهرام التماس میکنم که همین شبکه‌ها تواصل کنه بس کنه حق هر کس شما را نگه که اینا سلاسیان ایتران اوتران شما خال مینا و وقت قسم مدرسه پا این 10 سال بخیر قسم من این همین ملوی سوال گوش کرده و 1 سال همین را بود هم بخیر من تو سوال میکنم که در وجود و ایمان هست. الحمدلله الحمدلله. زنده باشید برادر عزیز. علیکم السلام و علیکم السلام. سلام. تشکر از این برادر عزیز و گرامی.
آنچه که حرفی که ما میگیم از قال الله و قال رسول گوش بکنید. هر عالمی، هر دعوتگری که مادامی از الله و رسول میگوید گوش بکنید و هر حرفی که مخالف قرآن و سنت رسول است، چه از من باشد چه از غیر من باشد، بزنید به دیوار. هر کسی که میخواد باشد، هر کسی که بدون دلیل حرف میزند، بدون دلیل مطلبی رو میخواد به زور به شما قالب بکند، گوش نکنید. دلیل بده از قرآن، از سنت صحیح. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم. بله بفرمایید. استاد امی درباره امی امارت اسلامی که تازه فتوا صادر کرده که شایب مجاهدین نمیتوانند از مجاهدین نمیتوانند به کشورهای دیگه به جهاد داره امینی شما باید مجاهدین بروند یا نروند؟ اطاعت زمینات واجب است. باشه، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز، در این مورد صحبت میکنم. ببینید برادر عزیز گرامی، ما در هر کشوری که زندگی میکنیم اگر در اونجا ولی امری وجود دارد، حالا به هر اسم، رئیس جمهور است، پادشاه است، امیرالمومنین است، هر کسی است، اطاعت از امیر واجب است بر مسلمان، مادامی که امر به نافرمانی نباشه. وقتی که امیر بر اساس قرآن و سنت و در غیر معصیت الله امری رو صادر میکنه، باید از او اطاعت بشه. مثلا امیرالمومنین امر صادر بکنه که آقا نماز نخوانید، نه، میزنیم به دهنش. تو کی هستی که بگی نماز نخوان؟ خدا گفته نماز بخوان. اما اگر در امور مباح و در امور شرعی و در اموری که مصلحت عامه در آن هست امری صادر میکند، اطاعت از امیر واجب است. در مورد سفر به کشورهای مختلف برای جهاد، حدود 15 سال پیش من در یک برنامه صحبت کردم. دوست عزیز تاجیکی سوال کرده بودن که ما برای جهاد میخوایم بریم عراق. همون موقع من گفتم اینایی که امروز داد میزنن که برای جهاد برید عراق، گفتم اینها هدفشان این است که تاجیکستان را از جوانان مسلمان و دیندار و با غیرت خالی کنن. این یک پروژه استخباراتی است بین استخبارات روسیه و تاجیکستان و استخبارات جهان. چرا؟ تو جوان با زن و بچت بلند می شدی، از تاجیکستان می رفتی روسیه، از روسیه می رفتی ترکیه، از ترکیه می رفتی سوریه، از سوریه می رفتی عراق. کسی جلوی تو رو نمی گیره. در حالی که امروز یک شبهه‌ای هست در مورد یک نفر، می ریزن در خانهش در تاجیکستان، رو می گیرن، ترمه می کنن یا زندان می کنن. پس اونا از همه چیز خبر دارن و از همه چیز خبر داشتن. به همین خاطر 3-4 هزار نفر جوان تاجیک رو فرستادن در عراق. در اونجا همه اینها کشته شدن. تعداد کمی از 2000 شاید کمتر، بیشترشان تانستن خودشون رو نجات بدن، آمدن به ترکیه و به کشورهای دیگه. در اونجا هم تحت تعقیب قرار گرفتن. بعضیشون کشته شدن، بعضیشون که به تاجیکستان برگشتن زندانی شدن، بعضیشون بعضی کشورها گرفتن به تاجیکستان دادن. زن و بچه کسایی که کشته شدن، تعداد زیادی از آنها تا الان در زندانهای روافض در عراق هستن. به عزت صدها خواهر تاجیک ما در اونجا تجاوز صورت گرفت. تعدادی رو که برگشتانن به تاجیکستان که در چه وضعیتی زندگی میکنن الله متعال میداند. پس ببینید، گرفتن کشور رو خالی کردن از این جوانها و ملت عراق، مجاهدین عراق نیاز به مجاهدین تاجیکستان نداشتن. این رفتن سفر کردن از این کشور به اون کشور به بهانه برف جهاد و فلان این چیزا، اینا همه یک بازی‌های استخباراتی است. پاکستان چطور دیندارها و مسلمان‌های پاکستان رو تصفیه کرد در زمان پرویز مشرف؟ راه رو باز کرد، گفت برید جهاد افغانستان، در حالی که پایگاه‌های هوایی پاکستان توسط نیروهای آمریکایی استفاده می‌شد برای زدن مجاهدین. از یک طرف مرزهای خودش رو باز کرده بود که برید جهاد افغانستان. علمای پاکستان مولوی فضل الرحمن گفت صبح تا شام برید جهاد افغانستان، جهاد است. چی شد نتیجه؟ 20-25 هزار جوان پاکستانی رفتن در افغانستان، با مجاهد که نرسیدن، هیچی به مجاهدین نرسیدن، در همون راه‌ها بمباران شدن، همه کشته شدن. چی شد نتیجه؟ پاکستان شر 20-25 هزار جوان حماسی به اصطلاح که دین می‌خواستن، شریعت می‌خواستن، همه اینا رو
تصفیه کرد در افغانستان، تاجیکستان تصفیهشان کرد در عراق. همینطوری کشورهای عربی فرستادن افغانستان، سوریه، عراق تصفیه کردن. تا که ما جوانها، ما مسلمانان باید پری به این بازی‌های استخباراتی کشورهای کافری رو، کشورهایی که در خدمت کفار هستند رو بخوریم و جوانهای خود ما رو اینطوری به کشتن بدیم، عزت و ناموس شرف نوامیس خود ما را در اختیار روافض و دشمنان دین قرار بدیم. نباید انسان، به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که المؤمن کیس فتن، مؤمن باید زیرک و هوشیار باشه. یک بار در جهاد اول در افغانستان شد، در جهاد دوم شد، در سوریه شد، در عراق شد. نباید همیشه ما مسلمانان اهل سنت فریب بخوریم. مثل داعش که امروز یک پروژه استخباراتی غرب هست، فقط به خاطر چی؟ به خاطر از بین بردن اهل سنت. هر جا ببینید مسلمان، دعوتگر، عالم باشه، داعش رو ترور میکنه. این مرتد است، این کافر است، این فلان است. امروز ببینید همین داعشی ها در سوشال میدیا صبح تا شام از شیخ صالح پردری گرفته الی ماشاءالله همه ما کی هستیم، اینها نمیدونم مرتدن، اینو فلانن، اینن اونن. گاهی دیدید اون نشسته باشن اصلا برای شارون، برای ریگن، برای بوش مثلا صحبت کرده باشن؟ هرگز. پس پری به این بازی ها رو نخورید که والا ما میخوایم از افغانستان بریم به جهاد به کشور دیگر و از کشور دیگر برم به جهاد به کشور دیگر. این در صورتی است که اگر نفیر عام باشد، در یک کشور اسلامی مسلمانان در مقابل کفار جهاد می کرده باشند، زورشان نرسد، تعدادشان کم باشد، در اون صورت به نزدیکترین همسایه مسلمانان واجب است که آنها را کمک بکنند با سلاح، با افراد، با نیرو. اما این نه، در پاکستان مثلا یا در افغانستان، در کشور دیگه 4 نفر پیدا میشن، الا جهاد است اینجا، معلوم نیست که این کی هست، برای چی است، کی اینا رو ساخته، اهدافشان چی است، و ما مسلمان همینطور میره مثل گوسفند قربانی میشین در اونجا. این کار اشتباه است. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با آن روی سکه در خدمت شما عزیزان خواهم بود، همه تانم به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيل